برادر نمیدونم برادر بگم تور نوشته بیدای مرحمت تور صحبت کنید شما. سلام علیکم زید بابای افسازی برادر. و علیکم سلام و رحمت الله. خسته نباشی برادر، خیلی گاو زدی. بله بله یک ساعت زیاد گپ زدم. من گفتم اگه 5 10 minut زیاد گپ نزنم نمیشینه. در مورد قانون برآوردن ای همین قانون خبردار بودی هستی در یگان تاش بگیم که پاپال شده غلطی دیگه هستی در چنگ همین قانون یگان تاش قانون ای برار ها خبردارم، ای همش خبردارم. ما همی گفتنیم که به همی مردمی توجیکی مسلمان بغرضی مردانشون همه چی را میدونن، برای چی خب میکنن میگردن. بله حضرت عیسی را دارم. حضرت عیسی علیه السلام می آخر زمان ده. چوه که نگاه که بر دین اسلامی ما همه قانونا را من کردگیان، همه مردم تاجیک مسلمان میدونه همه چیزا، برای چی خپن ما همیده حیران میشم. گفتم پشرکی برادر او منتظرن که خدا را میزنه. او بچه 30 سال شید. ای بچه یک آدم در سفر باشه خیلی بگو که او ای سفر بیا میزنش. خداوند در سفر نیست. گفته سن کو 24 ساعت خداوند خواب نیست. 24 ساعت او را میبینه. چی با نمیزنش؟ چی با نمیزنش؟ همین سوال او جواب داده نمیتونن. اگر من بگن که خدا نمیبینه نگاه که برادر اگر هر کسی بگه خدا ایو خبر نداره کافر میشه، اسلام بیرون میشه. خدا نمیبینش نمیشنوش نمیدونش بگن اسلام بیرون میشه. خدا همه را میدونه. خب مرحمت ما با همی ملاهایی که در حکومت خدمت میکنن با خدمتگار دولت چی میگن ورا با بعد خدمتگار حکومت رسمی. ملاهایی که خدمتگاری حکومت هم هوایو فکر میکنن که وایو مردنی نیستن، وایو دین اسلام هم میدونن. نمیدونن با گفتی تو زید نمیدونن هوایو. کم کم میدونن کم کم میدونن هم قدر میدونن که امیر رحمون دشمن خدا هم قدرش هم میدونن 100% میدونن. و چوه هوایو ای رحمانوف میترسن، ای خدا نمیترسن که پگم میمری ای ملو. اگر تو هم سخنای من فهمی تو میمری، پگه فردا سال دیگه میمری و تو میری نزدی هم پروردگارت میری و تو چی جواب میتی؟ ای لعنت خدا بر تو باری ملا. یک کم ترک هم باشه ای خدا بترسین. نخوا که چیزی حق شما بجا کنه. ای خدا بترسین. سلامت باشی زید بابای. برادر ادمی جهت چی باید اونجا گفته اخلاق ترس یک حدیث پیامبر که میگه که العلماء ورثه الانبیا ملاها جانشین یا که وارث میبردگی پیامبر میراث میگیم که مثلا پدر ما میمرد ایو برای ما خونه باقی میمونه ماشین داشته باشه که اگه لباس مبلغ برای ما میراث میمونه ما میگیم استفاده میبرم. ای پیامبر میراث ده چیز موند یکی قرآن دیم سنتاش برای ما گفت که العلماء ورثه الانبیا علم ها وارث های پیامبران یعنی که قرآن و سنت های پیامبر به دیگران میرسونن. و آیت سوره فاطر هم باید زد که پروردگار میگه که انما یخشى الله من عباده العلماء. ای تمام انسان های روی زمین هستند که در زندگی میکنند ای تمام اینها در گفت پروردگار میگه ملاها ای خدا زیادتر پروا میکنند یعنی که ترس ای عذاب خدا داره. خب نگاه سلامت باشید. نگاه کده زید برادر. میگن که ریش مردم هم میتراشن. بله ریش مردم هم نمیتراشن، ریش مردم کمبغل بسویی با میتراشن. و چوبه جیانوی وزیر بله جیانوی بله مدیر خدا بزنشونه ریشای فسانک موندگی دادری ماشینای تنیراف کمی گردن. значи демократия фақат ҳамин барои мардуми камбағали бесоҳиб набудай, барои ваё будай. تحقیر ма نکنه جناب علی را. خوینای وطن در تاجیکستان دموکراسی هست.
جنابی اولیت ما اول تر گور کنم ای بولو جنابی اولیت فهمیدی؟ بی تاخیر بیا صحبت کنیم. چرا تاخیر میکنید پیشوای معظم ملت رو؟ بیو به من به به پیرای پیشوای ملت به پیرای پیشوای ملت ولی به یک دقیقه برادر تور صحبت کنی. این برنامه حق باطل نیست که با یک بحث کنیم. من میخوام فقط مردمی که ما را میشنوه که در استودیو حاضر میشود در اطراف همین قانون همین موضوع خود صحبت کنیم. مایلش مثلا مایلش بحث چوه که وایودا نگاه که وایودا هم کنیم. چی یکی مثال زور آوردی برادر، اگر این گپی زور گفتی همینجا در مثال من اگه پیش گپ در بخشش همینجا در بگم که فراموش نکنم. مثلا دخترای رحمانوف، دخترای وزیرو، رئیسو رفته و سطر کنن. یا یک ملیسای گشنه او شکوش چپ چپ که کوم دیدگیم بو میکنن. یک ملیسای گشنه حق داره که برای دختر رحمانوف اگه که سطر داوی که ممکن نیست. میتونه این گپ گفته دایزاش تر میکنه اون ملیسا که اون نگاه کنه. وایو دایوس همچنین ریشتور گفتگی خودم همچنین ریشتور بچه وزیرا شاید که ریشتور خش تماشون ریش میمونه چه قش بفوره چه خش بفوره و میتونه هم ملسای گشنه برای رید بگذارونه و برای ریش تروشه نمیتروشه ملسا را گفت دیگه پوت چلیک شمش کنه دست نگاه که شمش کنه. نگاه که زاید برادر نگاه که رحمانوف میگه که ریشاشونه بتراشینه نه که هم خیلی آدمایی که در تریتوری خودش کار میکنن گپی همو را قبول دارن و چی با جیانای همو پیسان نمیکنن значит این مردمی کمبغلی بسویب گناهگار بده دیجا 100% در اینستاگرام همین معلومه که نگاه که فسونه کدگی ریشکاشون موندگی خدا بزنتونه فرد روز قیامت در پیش الله شما چی جواب میگفته باشین به این کاراتون همین کارا 100% خودش نگاه که آدمایی که در تریتوری خودشان همین قبول پیشواشون نمیکنن یا بازوری همین حکومت تاجیکستان بازوری دیگه کار ندارن دیگه کار ندارن مردم با کار تامین کردن نمیتونن پروستا دوم ریشدارو دوم سطر کار کرده گشتی هم پولا نه نوتوغوری زاید بابایی بله یا چی میکنم ای کارشون ما فکر میکنم هم برزید اسلام مبارزه میکنن هم باید دفاخته میگم که دنیشون میزنن بیزنس هم دارن اونا سطر میکنن میبرن جریمه میکنن کو ای کارشون نگاه که بخوای که سطر کنی جریمه میکنی بخوای نکنی هیچ کو بگرد آزاد آخه همین مردمی که کار کنی ارگانه میرن سطردار همه قبل سطر سرش میگیرن اون زنه گودکش خطی تله کده برده است خدا بزنه آنمورا بچه که ریش دارن میبرن ریش میگیرن همون ایدین اسلام خبردار نیست خبردار است میترسم مسلمان ترسونچک میگیم کو برای همه گفتنیم مردمی تاجیک مسلمان شما به غرض مردنتون همه چی را میدونه خب نکنین برای که هممون میمریم جای هممون یک قوره تو شما در وطنهای مردم میمرین کوینای وطن شما جنگ ناندازین ایغوا ناندازین ای برادر پیروی پیشوا تو مسلمانی کار شما چی من مسلمان هستم یا نه بر پدرت زایدگی و کم پریدگی نالا چه فهمیدی لعنت نک برادر چی نکنین اخورت نکنین یگان سوالش تو که جواب دادن نتونه شرمنده شوه ایجا ببره آخه مسلمان نباشه من قطعی چه گوزنم زای اگه پیرو پیشوا شدن دیگه همون مسلمانی پیشواشون چطوریه چرا تاخیر میکنی ای خوینای وطن بیا به تاخیر صحبت کنی بیو گاب نیست به تحقیر من قطعی صحبت میکنم میشه تو آمدی به میدان ای پیشوای ملت گشتی بر روز سختی مشکل کشوی ملت بر ملک دیلم باز بهار آمده است بر تاجیک ازبک برار آمده است همبستگی دو ملت فرزانه از پیشه پیشوا به بار آمده است
ای پیرو پیشوا گوش که من برادر، پیرو محمد صلی الله علیه و سلم میشه یا که پیرو رحمانوف؟ پیرو جناب عالی پیشوای معظم میلاد. ای مر به همون روزه همین تو باری جوان مرد مردنت بهای دم پیشم باش که سر تا در نه زمین کنم تو حرام نه زاده. نصیحتت کنم در پیش باشه نصیحتت کنم. ای مردنی تو باری جوان مرد به مر به همون روزه. ای زید من دیگه نمیتونم پناه به خدا برادر جون دفتی نشد. تشکر برادر. تشکر برادر. پیرو سلامت. پیشوا پیرو پیشوا میتونه که خارج شه.